آخوند رافضی میگوید به امامان معصوم پناه ببرید. در مقابل این مخاطرات امامی که کهف حسینه در قرآن دیدید، این درسی است که به ما میده. وقتی این قوم رشید رو، اصحاب کهف رو نام میبره، میفرماید که فعفو الی الکهف، وقتی شما حساب خودتون رو از مشرکین جدا کردید و تصمیم گرفتید راه خدا رو بگیرید، پناه ببرید به کهف. اون کهف حقیقی که و کهف الورا وجود مقدس معصومین هستند. اون کهف حقیقی که و کهف الورا وجود مقدس معصومین هستند. امت‌هایی که پیامبرانشان را تکذیب کردند و آیات الله را انکار نمودند، الله متعال آنان را به فقر و بیماری و آفت و مصیبت گرفتار نمود تا شاید به درگاه او فروتنی و زاری کنند و به هنگام سختی‌ها به الله پناه آورند، چنان که می‌فرماید: ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. در حقیقت بر امت‌هایی که پیش از تو بودند پیامبرانی فرستادیم و آنان را به سختی‌ها و آفت‌ها دچار کردیم، باشد که به سوی ما زاری کنند. بنابراین مسلمان باید در تمام زندگی خود رو به الله نماید و به او پناه ببرد و به او تکیه کند. چرا به الله پناه ببریم؟ به این دلیل که شیطان بر کسانی که ایمان می آورند و بر پروردگارشان توکل و تکیه می کنند تسلط نخواهد داشت. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. بیگمان شیطان بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل می نمایند هیچ گونه تسلطی ندارد. سلطه او تنها بر کسانی است که او را به دوستی می گیرند و بر کسانی است که آنها به او شرک می ورزند. و در کتاب رجال کشی صفحه 111 از خالد کابلی روایت شده است که می گفت: از علی ابن الحسن امام زین العابدین علیه السلام شنیدم که فرمود: همانا یهود عزیر را دوست داشتند تا اینکه درباره او گفتند آنچه که گفتند، پس نه عزیر از ایشان است و نه ایشان از عزیرند. و مسیحیان عیسی را دوست داشتند تا اینکه درباره او گفتند آنچه که گفتند، پس نه عیسی از ایشان است و نه ایشان از عیسی. ما اهل بیت نیز بر چنین سنتی هستیم، همانا به زودی گروهی از شیعیان ما را دوست خواهند داشت تا اینکه درباره ما بگویند آنچه یهود درباره عزیر و نصارا درباره عیسی مدعی شدند، پس نه ایشان از ما هستند و نه ما از ایشان. این فرمایش علی ابن الحسین رحمه الله سنگیست به دهان آخوندان غالی که آن بزرگواران را به مقام الوهیت رسانده و مردم بیچاره و بیخبر را به شرک و کفر آلوده نموده اند.